نقل و انتقالات سه تیم بزرگ لالیگا، یعنی اتلتیکو مادرید، رئال مادرید و بارسلونا. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به ویدیو جدید. من امینم، اینجا چنل بارسا کمپه و اینکه خیلی دوستتون دارم. واقعا لطف دارید به ما که ویدیو ما رو نگاه می‌کنید. طرفدار اتلتیکو رئال مادرید هستید، بشینید پای ویدیو که قراره کامل پنجره‌های نقل و انتقالات رو بررسی کنیم. یه سری صحبت داریم راجع به خود بارسلونا که صحبت دارم من راجبش، و اینکه همه چیز طبق روال باید باشه. امیدوارم براتون چیز زیادی نگم، حوصله‌تون سر نبرم. من اینکه خیلی دوستتون دارم، عشق منید. منم میکنم گوش ندید. من هیچی نیستم، فقط بخاطر اینکه مونده دیگه همه میکنن. بریم. خب ما اول از همه بخوایم راجع به اتلتیکو مادرید صحبت کنیم که نزدیک 178 میلیون هزینه کرده. این خوان موسا رو جذب کرده، لینگلی که ما خودمون باش فصل کردیم و حالا اون اتفاقی که افتاد، حقوقی که بخشید بهمون. سانتیاگو مورینو رو جذب کرده، هانگو رو جذب کرده، مارک پوبیل رو جذب کرده که به خودمون هم خیلی لینک میشد. ماتئو روگری رو جذب کردن و ما این مدافع کناری از آتالانتا جانی کاردوسو و تییاگو آلمادا رو جذب کردن از بوتافوگو. اسپادوری رو جذب کردن، کلی مهاجم جذب کردن، خیلی مهاجم مکلم گرفتن. همینجوری سه تا داشتن فصل پیش، گریزمان و سولوسو و آلوارو داشتن فصل پیش، حالا اینا هم جذب کردن و یه نمونه هم که حالا ازم. خب ببین اتلتیکو مادرید بوده حدود 188 میلیون اگر اشتباه نکنم، یا 78 میلیون هزینه کرده برای خریدای حدود شاید بگم 7 تا 8 تا خرید داشتن، حسابی تقویت کردن، اون اسکواد آوردن بالا. راجع به تیم و اون پنجره‌ای که ما داشتیم هم صحبت می‌خوام بکنم. و حالا خروجی اتلتیکو مادرید کیا بودن؟ ریکلمه بوده، ورمن بوده، ساموئلینو بوده، رودریگو دی پاول بوده که رفته اینتر میامی، آسپیلیکوئتا بوده، ویتسل بوده و لمار بوده. 40 50 میلیون یورو هم درآمد داشتن از فروش‌هایی که داشتن. خب دی پاول بازیکنی بود که رفت توی اینتر میامی. حالا بریم سراغ بحث اصلی رئال مادرید. رئال مادرید بچه‌ها، من راجع به تاکتیک و اینا اگر بخوام صحبت کنم این ویدیو طولانی میشه، میذارم بین فوتبالایی که شروع میشه. بالاخره این فوتبال شروع میشه، یک روح دوره برمیگره اون. خب رئال مادرید خریدایی که داشته، ماستانتونو رو آوردن از ریال پلاته که نزدیک بود به پاریس سن ژرمن، در نهایت رئال روی یه پکیج 60 میلیونی جذبش کرد. دین هویسن واقعا مدافع خوب، واقعا مدافعی که میاد جلو، از اون بازیکنایی که واقعا قشنگ بازی می‌کنه تو دفاع، دو پای قد بلند هد میزنه، میاد جلو یه خط اصلا رد می‌کنه میاد جلو. واقعا بازیش خیلی مدافع خیلی خوبیه. و کارراس بازیکنی که جلوی خودمون بازی کرده بود توی چمپیونز لیگ توی از بنفیکا با 50 میلیون یورو. خب یه ذره احتمالاً هزینه زیادتری شده بود. و در نهایت آرنولد شاید توی بحث دفاعی مشکل داشته باشه، اما توی هجومی مخصوصا وقتی که میاد جلو و به خط هافبک کمک کنه، واقعا بازیکن عالیه. سانتایی که انجام میده، پاس‌های بلند، ضربات کرنر کاشته، واقعا خرید خوبی با 10 میلیون جذبش کردن. و هویسن من یادم رفت بگم با حدود 62 میلیون هم هویسن جذب شد. راجع به کارراس بگم، خب ما بازیشو دیدیم، یه ذره یامال اذیت کرد، ولی خب در نهایت هیچی. بازیکن خوبیه، در جواب مثلا عالی نیست، بازیکن خوبیه. و اینکه حالا فروشایی هم که رئال مادرید داشته، خب مهمترین خروجیشون لوکا مودریچ بوده. یه سری بحث هم پیش اومده بود که حالا اون اتفاقایی که افتاده بود اون تو شبکه یوتیوب بارسلونا، من میگم که لوکا مودریچ، حتی مثلا لوکا مودریچ جا وینیسیوس بودیم که اصلا واقعا شاید این فصل میشن یه بازیکن خوبی هم. همین لوکا مودریچ فروش از اصولای فوتبال دیگه، بزرگای فوتبال، جا وینیسیوس خودمون که اصلا واقعا دوستشون داریم. و همین خواستم بگم که اتفاقی اون بحث از بین بره. و خب وایگو شده دو تا این از چند تا استعدادهای آکادمی ایشون رو گفتن که دیگه که اچ دی تو 10 میلیون از این داشتن. راجع به لوکا مودریچ توضیح دادم. لوکا مودریچ هم بازیکن با احترام بوده دیگه. حالا من گفتم حرف زدم راجبش. و خریدهای رئال مادرید خب قطعا اومدن مشکل‌ها و ایرادهای فصل بعد، مثلا چپ و راستشون که واقعا تبدیلی که واسکز بود و واسکز هم راستی جدا شد از رئال مادرید. چپ و راستشون واقعا مشکل داشت، یکی واسکز بود، یکی هم حالا مندی یا گارسیا بازی می‌کرد که پوشوندن و یه دفعه وسط هم آوردن که بازم یه ایراد دیگه شون. ولی حالا ماسالدو که هم 10 بازی می‌کنه، هم وینگر راست که باز هم اونجا مشکل داشتن. و برسیم راجع به تیم دوست داشتنیمون، تیم پر از عشق، بارسلونا دوست داشتنی. خب ببینید ما خروجیامون رو نگاه بندازیم. خروجیامون الکس واله بوده، 6 میلیون کلمت لنگله بود باهاش فصل کردیم. الکس گاریدو بوده که اونم رایگان جدا شده به ایبار رفته. سرجیو مینگز با 1 میلیون، نوح درویش با 2 میلیون، پاو پریم رایگان و پابلو تور 5 میلیون، پاو ویکتور 12 میلیون که 8 میلیونش به ما رسید و اینیگو مارتینز رایگان جدا شد. خب ببینید راجع به بحث اینیگو مارتینز، من تا قبل از ببین اینیگو مارتینز وقتی که جدا شد، شما یکی از رهبرهای خط دفاع، یکی از مهره‌های اصلی خط دفاعمون از دست دادید. حالا به هر دلیلی جدا شد اینیگو مارتینز، خیلی هم دوستش داشتیم و غم جدا شد. من خودم از سر کار داشتم میومدم یهو خبرش رو دیدم، اصلا موندم واقعا چه اتفاقی افتاد. و خب اینیگو مارتینز اینجوری بوده که میتونسته بره باشگاه، هم آنچنان مخالفتی نکرده، اما به نظر من باید اینیگو مارتینز جایگزین داشته باشه. خب ببین ما الان من هر چقدر اینجا بیام به آراوخو، به مدیریت کریستنسن فوش بدم که درست نمیشه. خبر زده موندو دیپورتیو فیلیکو دکو نشستن راجع به اینکه اگر بتونن یک دفاع جذب کنن صحبت کنن. خب آراوخو رو ما داریم، ببین آراوخو کم بود اعتماد به نفس زیادی داره، توی بازی با کومان مشخص شد، توی آفساید گیری میتونه هم هنگ بشه، توی بازی با کومان دیدیم. و کریستنسن بازیکن باهوشیه. آراوخو اون هوش کریستنسن رو نداره و کریستنسن اون توانایی فیزیکی آراوخو رو نداره. و
اگر کریستنسن مسئول نشه نظر من اونه، ولی خب اینجوری که ما دیدیم به نظر من فلیک روی آراوخو حساب باز کرده و خب دفاع چپ و راست اون اوکیه و آراوخویی که باید بهش اعتماد کنه. آقا آراوخو تو که این همه گفتی پرایم منو ندیدید، بهترین ورژن منو ندیدید، نمیدونم هی شما هنوز خفن در این بیا نشون بده دیگه. این آخرین فرصت آراوخو امسال به نظر من، چون شما سال پیش خراب کردی، سال پیشش خراب کردی، این آخرین سالیه که هانسی فلیک و بارسلونا به تو دارن اعتماد میکنن. لطفاً جواب اعتماد ما رو باید بدید. و حالا خیلی ممکنه مثلا سه دفاعه بازی کنیم، ممکنه اریک بیاد، راست کونده بیاد وسط، خیلی از این اتفاقا ممکنه که من با یک ویدیو اگر میسازم که تمام جوانه رو بررسی میکنم. اگر دوست داشته باشید یک ویدیو دیگه هم ما داریم که زوج پدری تو پیوت کی باشه، اینم ویدیو قشنگی میشه، همین الان زد به سرم و کلا صحبت می‌کنیم. بارسلونا یه حدود 26 میلیون درآمد داشته، اما ورودی های ما کیا بودن؟ ما در اولین جهت رفتیم خوان گارسیا رو آوردیم که یکی از بزرگترین ایراداتمون رو پوشوندیم و باورمون کسی اول فکر نمی‌کرد که ما اصلا، من خودم فکر نمی‌کردم باشگاه یو تو این تابستون دروازه‌بان جذب کنه. خدا رو شکر هرچه زودتر این اتفاق افتاد و واقعا بهترین گلر فصل پیش لالیگا رو آوردیم و اینکه خب خیلی هر چی داشت و از همه چی گذشت و اومد به بارسلونا. خوان گارسیا دوست داشتنی با 25 میلیون یورو واقعا گلر قابلیه. و بعدش ما رونی باردگی اگر اشتباه حالا ما میگیم رونی چون سخت اسمش، ببینید رونی رو ما 2 میلیون از کوپنهاگن آوردیم، خود ایجنتش میگه ما 20 سال باشگاه دنبال رونی بودن و یکی اینکه قیمتش خیلی پایینه، یه مسئولیت بزرگی پشت سر داشت، بازیکن واقعا با کیفیتیه، میتونه یه بکاپ خوب باشه. و در نهایت مارکوس راشفورد رو ما قرضی آوردیم پس از نتونستن توی خریدای قبلی. خب راشفورد من این ویدیو کامل اینجا زدم در صورتی که اینکه راشفورد خوبه اون راشفورد اصلی ما دوباره ببینیم. من اینجوری میکنم نه آینده نمیاد، هنوز نیومده اصلا حواسم نبود. و راشفورد با ما حدود 27 میلیون هم هزینه کردیم برای خریدار. اما تا قبل از رفتن نیو مارتینز ما تقریبا بسته بودیم تیمو دیگه. اوکی اینیگو مارتینز خب همونجوری که خبراش اومد بعضیا میگفتن خود اینیگو مارتینز فکر میکرد که نمیتونه کامل اون 50 دقیقه پرفشار بازی کنه. خط دفاع بارسلونا خیلی خط دفاعی که همه باید حواسشون باشه که کجا، خیلی تاکتیک و نظم باید داشته باشه. آروخو میتونه آفساید گیری کنه، کریستنسن هم میتونه، منتها باید ببینیم در ادامه چی میشه. من مثلا نمیتونم بگم چه اتفاقی قراره بیفته، اصلا پیش بینی که درست سر نمیاد، مخصوصا اونم توی فوتبال. و من امیدوارم که اتفاقات خوب بیاد. راجع به مدیریت گفتم صحبت میکنیم و ما فقط چیزهای خوب واسه باشگاه میخوایم. این بود از نگاهی به پنجره نقل و انتقالاتی سه تیم. چیزی نمونده، مهمترین نعمت سلامتی خودتون و خانواده‌هاتون تا یک ویدیو دیگه. خداحافظ.